در یک روز چند پیدا میکنی؟ بس یگان وقت 200 میشه، 300 میشه، 1.5 میشه. هیچ وقت تو میشه چیز نمیشه. در 3-4 روز هیچ یک روپم نوردیم در خانه. واقعیت های تلخ زندگی را زبان خودشان میشنویم. خب دوستای عزیز، ما در کنار برادر بزرگوار ما هستیم. تفلکای شما است و در کل اینا در یک اتاق زندگی میکنن. برادر عزیز شما السلام علیکم. خوب است بیادر ساعتم. خوب است. بخیر اومدی. زنده باشین. میشه که در ارتباط با وضعیت زندگیتان بگوین و اینکه کی است نانآور خانه‌تان و بچه‌هایتان ماشاءالله قندولکا اینجا نشستن، در کل معلومات. بس لالا جان می کار می بکنم می پروشم می خانه کرا می تو بس گان واقع می چند روش کار نیست. بیروزگار شیشتیم دمیجا و کوشش میکنم که می خانه و مشتکای یک چیز پیداش کنم. نمی برف و بارانی نمیشه. بعد خانه می تو بقرار شیشتیم بس می مشتکای من بس تو اسم خودم مایی بس ناجورم هستم و چیزام نماندین بخاطر گرم کردن اتاقی تفلکای نه جان نداریم. چرا واسه نداریم بنان پیدا نمیشن و گرم کردن بچی پیدا شد. بس همی دیگران با مو پختایی که میکنم با مو گرم میشه اتاق. در یک روز چند پیدا میکنی؟ بس یگان وقت 200 میشه، 300 میشه، 1.5 میشه. هیچ وقت تو میشه چیز نمیشه. در 3-4 روز هیچ یک روپم نوردیم در خانه. بس بعد بارانی نیست. باز تفلکا چیز اگر شما نبرین شب خانه نان چیز اینا چطور؟ بس مشو موتم تیر میشه بیادر. بس که پیدا شب یادتان است چی خوردین؟ نه هیچ بس میشو دو شو هیچ نکردیم. بس چرا چه نبود امیال ما رفته بودم به یک جای ما یک چیز کنم و با کار برآمدم خود نشد. بس امیال بس پس آمدم در خانه ما برم جای در خانه. امی چند وقت شد می سه کنم خانم نجور است و می شکل چه ما پیسه ندارم چه زی ما تداویش بگیرم. مشکلات زیاد است. چرا چی کنم؟ هیچ درک ندارم. مشکلات از ما زیاد است. ام خانومتون چی مشکل؟ ای ازی کمرش است. تکلیف کمر؟ تکلیف کمر داره و قلبیش است. حالا در این اتاق هیچ چیز نیست، مثلا نه توشک است نه یک فرش آوار کردین. تفلکای شما که مریضه یا خودترک خواهید نمیفهمم نیست. بس همین چیز است. چرا چه کمک یک سه دان توشک بود، سه تا کمبل بود، چیز زیاد مریض ما پروختم. به خاطر تداوی از ما پروختم که دیگه واسه من نداشتم و من سودا کردم. بس همین چیزا بس گزارم میکنم. بس چرا ندارم دیگه. بس به خداوند علاقه. چی فکر میکنی که با چی داشته باشی مشکلت زندگی تا کم حل میشه فعلا؟ بس ما ایتو فعلا ما بکار است که ما کمک راحت شم. یک جای بشینم، یک دکان باشه، یک چیز باشه که مشکل ما حل شه. ما در یک جای بشینیم بقرار. چرا ما گشتن نمیدم؟ می برف گشتن نمیدم. امی دین روز رفتیم 3 جای مفتیدیم. پس آمدیم در خانه شیشتیم مشتکای ما گفته چرا پدر ما بچه مفتیدم. از یک اتاق شما چقدر کرایه؟ لالا ما از اتاق 6000. 6000 چند ماه مونده؟ 3 ماه. 3 ماه مونده کرایه. 3 ماه شما قرضدار هستم. امیالم بر ما گفته چه بیادر خانه کرا بر ما پورا کو تو برو. ما گفتم او بیادر زمستان است، ما کجا برم؟ زمستان خلاص و خیر است. ما پیداش میکنم بر تو ان شاء الله میتم. خوردنی نیستم که ما بخورم. چه دست مات ما پیسه میتم. سلام برسه خان. علیکم. میشه شما از زندگیتون حکایت مثلا تفلکای خوردتون که اینا شبا گرسنه میخوابن؟ دا رو رزم گور چیز غیر زیاد غریبی تو خاور بیدو پولو خارجی دیگه جدا باش بار نسر اوگی تایی ناستی چپلار چراولی اخرو نه خودت هم صبر ده تو باخوال مریضه در دستوی مرد چه مریضه و خاور سرم پیسی نشته چه دکتر تا میبود خودی اسری تا برتای ما. واقعا خیلی سخت است چنین یک حالته. شما هم روز مریض هستین در اینجا افتادین و عوام خیلی سرد سخت. این تفلکای شما رو که برش غذا آماده میکنه؟ خب بس خودت هم صبر ده رو را یخنی وشی راشید الزم مخسر کمبل کنده نوی واسن لرو چیزان تا یا بخاره و لگو یا دغاو لگو پس باقی باندې پخله مخله کو بس کوی سرم کوټه ګر بشي هغه د کونی بس د خدای اثر ته ناسی. خب دوستان عزیز، وضعیت زندگی فامیل متاسفانه خیلی یعنی از خط فقر هم یا پایین تر است. انشالله ما بتانیم به کمک شما دوستای فامیل از این حالت بیرون کنیم.
فرزندان نونهال اینا بتونن که به آرامش مکتب برن، درس خدا بخوانن. اینا آینده های ای وطن هستن. انشالله ما با کمک شما در واقع میتونیم که خانواده را حتما کمک کنیم. دا استاد د زگر توته کله چې د منزل څخه بهر وځي کنه په قانه خرڅوي، لاسونه یخ وهي او نیمه شپه 9 او 10 بجې راځي. دا لور مې بزي پکړې خرڅي، دا ماشومه لور مې دا بزي پکړې خرڅي، هغه زوی مې خرڅي، دا خرڅي. ژړه خو وړې لور سره کور کې ناسته به خدای ته سوال کوم چې الله اوس به مې بچي راشي، خاوند به مې راشي، چې شی به راوړي، په بچو سره به کښېنم وبه خورم. چې کار شوي راوړي، چې کار نه شوي بس خدای سره تناسي. واقعا خیلی سخت از دوستان عزیز. مادر بزرگوار میگیره، پدر بزرگوار و همچنان برادر نونهال ما، یعنی قسم اطفال کودکا در این سنین مصروف درس، تفریح، ترویح و همچنان مصروف مسائل دیگه است، ولی در کنار فامیل خانواده خود زانوی غم در بغل گرفته است و این چنین شرایطی میگذرانه. ما انشالله کوشش میکنیم که برادر بزرگوار تا اندازه کمک کنیم، مادر بزرگوار که از این وضعیت اینا بیرون شون انشالله. شما روی صفحات آدرس ها مشاهده میکنین. انشالله ما برادرای ما رو در کمال امانت داری اینا را کوشش خواهد کردیم که کمکشون عشنا بها متراحمين في رحمة الإنسان نستلهم الإحسان والراحمون المحسنون يرحمهم الرحمن.